سلام رفقا، امیدوارم که خوب باشین. اگر که شما جزو اون دست از افرادی هستین که همیشه احساس بیکفایتی، به درد نخور بودن و خلاصه احساس اعتماد به نفس کم توی زمینه‌های مختلف میکردین، دو تا خبر دارم براتون. یک خبر بد و یک خبر خوب. خبر بد این که در سالهای پیش رو قراره که این احساس در شما خیلی بیشتر هم بشه. این احساسی نیست که تنها جنبه روانشناختی داشته باشه. بالاخص برای برخی از افراد این احساس جنبه بیرونی هم داره، یعنی به خاطر محیطی که توش قرار گرفتن یا به خاطر واقعا کم توان بودنشون این احساس رو دارن. پس با گسترش هوش مصنوعی و جایگزین شدن هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و حرفه‌ها و مشاغل مختلف، جهان پیش رو به کسانی نیاز خواهد داشت که به این زمینه و به این هیته مسلطن. پس خبر خوب اینه که اگر شما جزو اون دسته از افراد هستین که حتی واقعا این احساس بیکفایتی از یک واقعیت بیرونی بوده و واقعا ناتوان بودین، الان وقتشه که شروع بکنید. الان اگر شروع بکنید به یادگیری هوش مصنوعی در یک زمینه تخصصی، به خصوص هوش مصنوعی های مختلف رو بشناسین، پرامپت نوشتن درست رو یاد بگیرین، ارتباط برقرار کردن با هوش مصنوعی رو یاد بگیرین، بدونید چه هوش مصنوعی هایی چه نقاط قوتی دارن و چه نقاط ضعفی دارن، اون وقت جهان پیش رو جهان شما خواهد بود. جهانی که به کسانی نیاز داره که هوش مصنوعی رو به درستی میشناسن و بلدن در زمینه‌های مختلف ازش استفاده بکنن. اون وقت شما اقلن بهانه بیرونی، یعنی بهانه حقیقی، یعنی توانمندی، این رو دارین برای اینکه احساس کفایت و ارزشمندی بکنید. تنها چیزی که اون وقت میمونه دیگه بخش روانشناختیشه که باید با تراپی حل بشه. امیدوارم جهان پیش رو جهان شما باشه.